شرک چی است؟ یک گرده که همون خاک همون وطن اختون در آب اندازین، همون را بنوشین، همون تبتان از بند همون خیرگی میره. غیر الله را از او مدد خواستن. ابراهیم علیه السلام بسیار به الله نزدیک بود، سردار کل اولیا بود. میلیون ها اولیا را جمع کنی به ابراهیم نمیرسه. الله در قرآن میگه واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله ابراهیم دوست خاص گرفت. اما خودش میگه که وقتی که من مریض شم و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شم کی شفا میده؟ فقط الله شفا میده. خودش میگه مریضی سر من میاد، انسان عاجز هستم که مریض شم الله شفا میده. الله ولی من سخن همین ابن سینا را خواندم. ابن سینا یک گپی زیبا گفته، طبیبی مشهور معروف، میگه اگر کجای سفر کردین با خودتون خاک همون وطنتون بگیرید، یک مقدار خاک بگیرید. اگر مبادا یکی مزهتون گریخت تبتون در همون کدون جایی رفتین خیره شید، یک گرده که همون خاک همون وطن اختون در آب اندازین، همون را بنوشین، همون تبتون از بند همون خیرگی میره. الله در قرآن میگه و من اضل ممن یدعو من دون الله، کیست کلان گمراه تر از او کسی که فریاد میکنه، دعا میخواه، مدد میخواه بغیر از الله. از این کدب میگه گمراه نیست. من لا یستجیب له الی یوم القیامه، کسایی که دعای از تا روز قیامت قبول کرده نمیتون. و هم من دعایم غافلون، اینا از دعای از اینا بیخبر هستن. الله میگه غیر الله بت باشه، هرچی باشه، مرده باشه، ان تدعوهم، اگر فریاد کنین از اینا دعا بخواین، لا یسمعوا دعاءکم، فریاد شما را، دعای شما را نمیشنون، هیچ شنیده نمیتونن. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر بالفرض بشنون قبول کنه نمیتونه. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و در روز قیامت، الله می قیامت آمده نیست، این کارهایی که میکنین که تا نصاب میشه. یکفرون انکار میکنن به شرکتان، سکویر شرک گفت از غیر الله. اگر سنگ است، چوب است، جنده است، قبر است، هر کی که مدد خواستن، او را حاجت روا و مشکل کشا گفتن، در روز قیامت چی میکنه؟ انکار میکنه. شرک است. الله میگه شرک، این الله لا یغفر و یشرک به، الله شرک نمیبخشه تا که توبه نکنی، صحیح کلمه نخوانی، صحیح مؤمن نشی، غیر از الله دیگه کس حاجت روا نگویی. این الشرک لظلم عظیم، شرک بزرگترین ظلم و جنایت است. الله پیامبر خاتم النبیین میگه چقدر دوستش داره، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو بالفرض شرک بکنی، الله میگه قسم به ذاتم عملت کلش برباد میکنه، ولا تکونن من الخاسرین، و از جمله هلاک شوندگان میشی، تباه میشی، در جهنم میری. پیامبر خدا میگه اگر شرک کردی، شرک چی است؟ غیر الله را از او مدد خواستن. ابراهیم علیه السلام بسیار به الله نزدیک بود. سردار کل اولیا بود. میلیون ها اولیا را جمع کنی به ابراهیم نمیرسه.
الله در قرآن میگه واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله ابراهیم دوست خاص گرفت. اما خودش میگه که وقتی که من مریض شم و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شم کی شفا میده؟ فقط الله شفا میده. خودش میگه مریضی سر من میایه، انسان عاجز هستم که مریض شم الله شفا میده. الله نمیگه خود شفا داده میتونم، دیگه کس خوبان عاجز هستم میگه.